سلام، دانیال هستم. خوش اومدین به این ویدیو. میخوام یک کیس اسمبل بکنم. یه سری قطعات جدید گرفتم، میخوام یک کیس جدید رو اسمبل بکنم که کار یوتیوب رو استارت بزنم. ممنون میشم هم این ویدیو و هم ویدیوهای دیگه همراه من باشین. بریم برای اسمبل. خب میز جمع کردیم و قطعات رو چیدیم روش. این قاب کیس منه، هاردا و پاورم روش نصبه. قاب کیس قاب گرین آریا هستش. فکر میکنم قیمت نوش الان یه چیزی حدود 3 میلیون هست، حالا بین 2 میلیون و 100 هزار تومان تا 3 میلیون. من از مادربرد شروع میکنم. پرو H610M GDDR4 MSI رو تهیه کردم به اضافه یک سی پی یو کرایتری 1200F. برای این سی پی یو این فن رو انتخاب کردم، فن اوست GTAV 905 FRGB که ظاهر قشنگی هم داره. تا فکر میکنم کورای 5 نسل 12 رو هم میتونه جواب بده. یه دونه رم گرفتم، رم 3200 مگاهرتز است که RGB دارم هستش. برندش هم نمیدونم چه، فکر میکنم همین وایپر که روش نوشته. کلا نسبت به توانایی و کارایی که میده قیمت خوبی داره. من قیمت نوع این فن یه چیزی میگم، فن قیمت نوع این رم حدودا 2 میلیون و 400 هستش. قیمت اینا هم نگفتم. این فن قیمتش 1 میلیون و 200 هزار تومان و مادربرد هم 4 میلیون و نیم. سی پی یو هم اگر اشتباه نکنم 4 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان. فکر میکنم 4 میلیون و نیم هم سی پی یو کرایتری 1200F بود. و من برای این سیستم یکی از قدرتمندترین گرافیک ها و گرانترین گرافیک های بازار رو انتخاب کردم که قیمتش چیزی حدود 2 میلیون و 500 از در حال حاضر، که من این گرافیک رو داخل گرونی خریدم 18 میلیون تومان. ولی خب در حال حاضر میتونید داخل دیوار یه سرچ کنید 2 تا 3 میلیون تومان این گرافیک RX 580 8 گیگ رو تهیه بکنید. قدرتش در حد 1660 سوپر، یک کم تواناییش کمتر از 1660 سوپر است، ولی خب در همون حد هم کارایی میده. خب من الان این قطعات رو تهیه کردم، از 2 تا از فروشگاه معتبر ایران هم تهیه کردم، فروشگاه اگزوگیم و فروشگاه لیون کامپیوتر. تبلیغم براشون انجام دادم. پاورم پاور گرین هستش 600 وات و یه SSD 128 گیگ دارم. 2 تا یه ترام HDD دارم. دروغ گفتم 1.5. خب بریم برای بستنش. بریم برای هم آنباکس و هم اسمبل قطعات. اول از مادربرد شروع میکنیم. رو مادربرد برامون سی پی یو گذاشتن. من خودم قبل ویدیو سی پی یو رو بسته بودم رو مادربرد. خب بهترین گزینه اینه که ما مادربرد رو بذاریم رو خود جعبهش. برای این کار من جعبه مادربرد رو میبندم، چون متعلقاتی همراه با جعبه هست همراه با مادربرد. 2 تا کابل ساتا گذاشتم، یه دیویدیه که هیچ کس دیگه دیویدی نداره که بخواد کاری با اون انجام بده، و یه لوگو فکر میکنم برچسبی MSI هستش. خب که به این ساتا هم نیازی نداریم، خودمون داریم. سلام به مادربرد عزیز. یه سی پی یو 1200F روشه، اینم پاک نکردیم، اشکال نداره. میریم برای اول رمو جا بزنیم. رم وایپر که فکر میکنم RGB های خوشگلی داشته باشه، حالا برام RGB هاش هم میبینیم. خب 2 تا رم رو اول کار در بیارم. اول که بخوام از مادربرد بگم، مادربرد کلا تا رم 3200 مگاهرتز پشتیبانی میکنه و یک اسلات گرافیک داره، 2 تا اسلات رم داره که فقط یه دونه از پین هر کدوم باز میشه و پین سمت راست باز نمیشه. یک سری مادربردها هر دو باز میشن و یک سری هم یه دونش. و اینکه این مادربرد پیشنهاد میشه تا همون سی پی یو کرایتری نسل 12 روش
نصب بشه و بیشتر از اینو پیشنهاد میکنن که یک مادربرد قوی تر انتخاب بکنید برای این کار. از اونجایی که من یک اسمبلر حرفه‌ای هستم نمیدونم این رما رو چجوری جا بزنم و قبلش یک ویدیو دیده بودم که چجوری این رم باید جا بیفته، چون اونایی که دوتا پینشون باز میشه خیلی راحت تر هست، رمو میذاری و میره جا. ولی خب این من نمیدونم به چه شکل هست پین سمت راستش، ولی خب طبق چیزی که دیدم این هم راحت میره جا. خب یه فشار ریز میدیم و تو ویدیو گفته بود یه طرفشو فشار بدیم، ولی من دو طرف فشار دادم و جا افتاد. یا حاج قاسم بریم برای رم دوم، ببینیم رم دوممون چجوری میزنیم جا. سمت راست اول، بعدم سمت چپ با زور خیلی زیاد رفت و استرس گرفتم. خب قطعه بعدی که ما داریم فن سی پی یو که بازم توانایی خنک کردن 1200 اف که راحت داره، حتی کورای 5 نسل 12 که میشه 12400 و حتی برای نسل 13 هم آیتیری که جوابه برای i5 بهتره که یک فن بهتر خریداری بکنید. خب این فن هست. چیزایی که داخل جعبه فن بود رو من گذاشتم اون کنار. یک لحظه چاکس کات میکنه میره نه کات میخوره، بذارش نه همون تو ویدیو این هم اون طرف بود برای مادربرد هستش. پلاستیکش نمی‌کنیم. این هم اینجا، این هم مال اصلا یادم رفت مال چی بود، این هم مهم نیست زیاد، این هم میذاریم اون گوشه. و متعلقاتی که همراه با فن هست، یک فن اوست که نسبت به قیمتش فوق العاده عالیه و RGB و نورپردازی های قشنگی هم داره. دو تا لوله مسی داره، یک براکت داره که باز ما خودمون اینا رو روش وصل کردیم. برای نصب روی مادربرد هایی که سی پی یو اینتل رو میخورن باید این براکت باشه، برای AMD نیازی نیست. این هم دفترچه راهنماشه که فکر میکنم اینجا هم باید گفته باشه که برای AMD نیازی نیست. بله برای پردازنده های AMD خب شاید هم نیاز باشه، زیاد بهش فکر نمی کنیم. یه دونه یه خمیر سیلیکون هم باشه، امیدوارم کافی باشه که فکر میکنم کافیه برای سی پی یو مون. و این چهار تا هم از اینا هم راشه برای قفل شدن فن روی سی پی یو مون. خب طریقه گذاشتن سی پی یو هم من به طور خلاصه توضیح میدم. خودم قبلش گذاشتم چون بسیار قطعه حساسیه و اگر کوچکترین اشتباهی بکنید داخلش کلا مادربرد رو باید بندازین سطل آشغال. سوکت‌ها اگر کج بشن دیگه درست کردن و صاف کردنشون دردسر بسیار بزرگیه. خب میریم برای نصب فنمون. این براکت قرار میگیره رو این 4 سوراخی که مادربرد داره. خب که ویدیو کات کو تا ببینم چه گویی خب نمیدونستم براکتو چجوری باید ببندم. رفتم یه نگاه کردم، متوجه شدم که یعنی از قبل همونایی که قفل کردیم و فکر میکردم اشتباه قفل کردیم، ولی خب داخل دفترچه راهنما LG 1700 رو توضیح داده بود و متوجه شدم که همینه. بستیم روش و چیز خاصی هم نداره، فقط آموزش این AMD که گفتم نیازی به براکت نیست داخل AMD. آموزش اینتل گفته براکت به مرحله یک گفته اینا رو که زدیم محکمشون بکنیم و در مرحله دو پین‌های فشاری و درون سوراخ نگهدارنده براکت قرار بدیم. شدن پین‌های براکت در مرحله ثابت کنیم. خب داریم میگه که برای ثابت کردن این براکت که راحت در نیاد و مشکلاتی از این جور مشکلات پیش نیاد، گفته که باید اینا رو داخلش فشار بدیم که حالت خاصی هم
نداره، خیلی هم راحت دارن میرن سر جاشون. این باعث میشه محکم بشه براکت دیگه. دنی اسمبلر من فقط اسمبل انجام میدم. سیستمی چیزی داشتین دایرکت کامنت آیفین بردار نخند. سفت کردیم. لایه محافظ سطح بلوک در قسمت پایین کننده را برداریم. پس فهمیدیم این سطح بلوکه و لایه محافظ بلوک رو برمیداریم. هیچ حس خوبی هم نداره، هر کی میگه دروغ میگه. در نمیاد سطح بلوک، چه بلوک صافیه. خب این هم میذاریم یه گوشه. در مرحله بعد که سطح بلوک رو لایه محافظش رو برداشتیم، خمیر حرارتی رو به اندازه لازم بر روی سطح پردازنده پخش کنید. این هم خمیر حرارتی که داخل خود فن بوده، انشاءالله جواب میده و میریم که خمیر پردازنده را پخش کنیم. فقط به من گفتن که ضربه دری بزنید. خب بریم برای زدن خمیر سیلیکون به صورت ضربه دری. خب این میخواد اینجوری بخوره، فرق نمیکنه ضربه درمون کدوم طرفی باشه، چرا فرق میکنه. من فکر میکنم خمیره به یه خط ضربه درمون هم نرسه، چه برسه 2 خطش. خب خمیر تمام شد. بریم یک خمیر سیلیکون بخریم برگردیم. چه خمیری گذاشتن داخل فن؟ اوکی. نه هنوز داره. اگر خمیر زیادی بشه یه جورایی بیشتر افت کیفیت داریم تا افزایش کیفیت. الان استاد مبین به نظر شما این خمیر کافیه؟ چون یکم هنوز داره. به نظر من که کافیه. به نظر من که خودشون میدونن چقدر خمیر بذارن، پس همشه بزنم برای مصرف کننده. خب رکب خوردیم، این خالی بود. میریم برای بستن بلوک روی سی پی یو. از اونجایی که من اصلا نمیدونم بلوکو چجوری باید بذارم سی پی یو، این ته بلوک. میخوای کات بزنیم برگردیم؟ نه میریم میذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سرمون نیاد تو کادر، یه جوری بگیرین سرمون نیاد تو کادر. این بلوکو اینجوری باید بذاری روش. اوه اشتباهی لحظه بلوک اینا. بچه ها دعا کنین صدا شکستن نیاد. خیلی فشار اومد. میخوای کاتو بزنیم؟ کاتو بزنیم؟ نه نیاز نیست. دنی اسمبلر یه سری ترکات پشت مانیتور مغز و قلبم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ترکی مشاهده نمیکنم. بچه شما اگه مشاهده میکنین تو کامنت ها بنویسین. روشن نمیشه یه ترکی. من فقط احساس میکنم یکم کجو بدون مزخرف. نه خب دیگه دنی اسمبلر رو اسمبل کیس و کارت گرافیک مونده، اونو که وقتی کیس بستیمش رو کیس میبندیم. خب بریم روی کیس؟ نه هنوز نه. بریم رو کیس. چی بود؟ کیبل منیجمنت؟ آره آقا ما مادربرد رو میبندیم، بعدش کیبل منیجمنت هم انجام میدیم. کابل ها رو کابل چیکارشون میکنیم به فارسی؟ مدیریت میکنیم کابل ها رو مدیریت میکنیم. خب کیبل مادربرد هم انجام میدیم. اولین که همون جور که گفتم کیسم چقدرم کثیفه، کیسم گرین آریا هست.
مادربرد رو اونایی که دورشون مثل حالت لحیمه، حالا نمیدونم بهش میگن چی، یه اسم خاصی داره، دونه کنارش، اینا باید پیچ بخورن. من از قبل کیس رو هم آماده کردم که اینا سوار بشن آماده پیچ. همونجور هم که میبینین یکم کابل ها وضعیتشون خرابه که بعد بستن مادربرد کابل ها رو از پشت تنظیم میکنیم. پیچ ها رو درست قرار میدیم. خب اوکیه. اینم پیچ های ماه که باید ببندیم روی کرم خورده رو پیچا. باید پیچا رو ببندیم رو مادربرد. کرم نیست، چیه پس؟ خمیر سیلیکون. خمیر سیلیکون. پیچ گوشتی رو پیدا کرد. چه پیچ گوشتی درازیه. دراز دوست داری؟ آی فیلم بردار نداشتیم از شوخی. خب پیچ اول با آرامش زیر رمه. کو؟ آها پیچ زیر واسه رمه. بیدنده گفتی زیر رمه، گفتم چی زیر رمه؟ به مقدار استیبل سفت میکنیم. یه نکته داره اینجا. نکته میدونی چیه؟ چیه نکته؟ بستن ضربدری پیچ ها. یکی اینجا. احسنت به فیلمبردار عزیز که یک پیچ گوشتی آهن ربایی هم آورده که ما راحت باشیم. مرسی آقا موبین، کام موبین. به هر حال کلمه کام مقدسه. کارمان ویدیو ما رو میبینی ببخش، داریم تو ویدیو ازت استفاده میکنیم. پیچ از لفظهاش از خودش که استفاده نمیکنیم. این حرفا چیه؟ والا گفتی استفاده میکنیم. نه خب پیچ من احساس میکنم پیچ کم میاریم. مادربرد قبلیم سایزش 3 برابر ای بود، پیچاش کمتر. مادربردهای قدیمی مثل رفیقای قدیمی هن، محکم و استوار. به نظرم اونو نزن. اینی که اینجاست بزن بالای رم. قانون ضربه‌زنی رو رعایت کرد. اگه الان اینو بزن. خب دستمون هم میلرزه. مال قیمت‌های بالای قطعاته. نه اینا همه به خاطر اسمبل های متعدد کیس های مختلفه. کامنت بگین مشخصات سیستمی که میخواین و من رایگان اسمبل میکنم. همیشه میخوام بدون موبین اسمبل بکنه براتون. اوه ببین دیگه جای پیچ نیست. چرا یه دونه دیگه. چقدر جای پیچای این مادربرد جذابه. این مادربرد جذابه. ببین راستی کل قطعات که نه، یعنی مادربرد، فن، سی پی یو و رم رو هم رفته یه 14 میلیونی فکر میکنم شد. قیمت پاورم یادم رفت بگم، پاور 600 وات گرینه که قیمتش فکر میکنم در حال حاضر نوع این مدل 2,600,000 تومان. خودت چند گرفتی؟ من 2,600,000 تومان قبلا گرفتم. چقدر شما شوخی. خب سرمون داخل ویدیو نیفته، سرم پاک کن بله. سرتو قطع. دیگه جای پیچ نداره نه؟ اون که هرزه بود چی؟ No. تامل همین میشه. یادمون رفت. ای بر چه مسخره بازیه. چرا مادربرد بدون این بس میشه؟ الان از این بر نمیتونی همینطوری جاش بزنی؟ چرا؟ بایستا نمیشه؟ بیا بگی همشه باز کن. یکی برسه به دادم. خب مادربرد رو باز کردیم و این بی‌ناموس رو ببینم چه شکلیه. شمارم درد گرفت. یکی برسه به دادش. از ورنگی نه. کاتش کو. زومه رو صورتت زومه. از قدرت‌های فیلمبردار غافلی.
خب با این شرایط ما کات میریم باید یک بزنیم. کیبل استیبل بکنیم بعد درستشو بگو. کیبل منیجمنت. تاریکه بچه ایشون دانیال هستن، فقط مشخص نیست. ساعت چند شروع کردیم؟ والا ساعت 7:30. 7 شروع کردیم. الان 1:20 است و دنی اسمبلر کار خودش رو انجام داد ولی سیستم روشن نشد. خدا حافظ. روشن کو برو. از قطعاتم خوب مراقبت. ایشالا صبح اسمبلش کردیم ویدیوشو میذاریم.